10 میلیون ترک در ایران در 6 نسل گذشته حق این که به زبان مادری خودشون درس بخونند و آموزش ببینند و کلمات رو بشناسند و دنیا رو بشناسند با تجارب و تمدن مکتوب و غیر مکتوب مادی و معنوی ترک‌ها در هزاران سال گذشته آشنا بشن، این حق رو نداشت. برای همین بی سواد هستیم در زمان مادری. من رسانه هدایت با مدارک دانشگاهی و با 60 سال عمر و با مطالعه ده‌ها صدها هزاران جلد کتاب متأسفانه بی سواد هستم. و اخیراً با انبوهی از کتاب‌های ترک آشنا شدم که در تاریخ ترک‌ها نوشتن و برای ما به ایراث و به میراث گذاشتن، به ارث و میراث گذاشتن و ما متاسفانه در اثر این حاکمیتی که بعد از جنگ جهانی اول بر سر ترک‌ها در جهان به خصوص آذربایجان اومد، با این منابع و ذخایر عظیم بشری ترک‌ها متاسفانه آشنا نشدیم، حق نداشتیم آشنا بشیم و متاسفانه جهلی که بر دنیا به خصوص بر جهان ترک حاکمه و بر عرب‌ها حاکمه و از طرف غربی‌ها به خصوص اعمال میشه، ما ترک‌ها در نه تنها در آذربایجان و در ایران که در آذربایجان شمالی، در ترکیه، در ترکمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان و دیگر جاها تمامی ترک‌ها فرقی نمی‌کنه، در سوریه باشن، عراق باشن، روسیه، در کنفدراسیون روسیه، اون فدراسیون‌های ترک باشن دهگانه، یا در چین باشن یا در پاکستان و افغانستان و هندوستان باشن، فرقی نمی‌کنه. همه ما از این ثروت و میراث تاریخی پدران نه تنها ناآگاهیم، حتی فکر می‌کنیم وجود نداره. نه تنها ما ترک‌ها اینجوری فکر می‌کنیم، بلکه عرب‌ها هم فکر می‌کنن ترک‌ها چیزی ندارن، فارسان فکر می‌کنن ترک‌ها چیزی ندارن، پشتوها فکر می‌کنن ترک‌ها چیزی ندارن، چینی‌ها، برای اینکه اون جهالت پروری جهانی، اون مهندسی جهانی، اون مهندسی جهل در بین ترک‌ها و برای ترک‌ها، این فکر رو میخواد هر روز گسترش بده، عمیق‌تر نشون بده که نه، ترک‌ها چیزی نداشتن جز شمشیر، چیزی نداشتن که بتونن برای این دنیا. الان شمشیر رو ازشون گرفتیم، هیچی ندارن، در حالی که نه، اون شمشیری که تونست دنیا رو بگیره در سایه یک تمدن معنوی و ذخیره معنوی که پشتوانه حرکت نظامی اونها بود میتونستن دنیا رو بگیرن و برای 1000 سال این دنیا رو بدون رقابت بسیار سنگینی و بدون دشمنی قداری بتونن اداره بکنن، در حالی که ما در دنیای بعد از در طول این 1000 سال هیچ امپراتوری نداریم که به اندازه ترک‌ها دوام آورده باشن. بزرگترین امپراتوری که وجود داشته انگلستان بود که کمتر از 200 سال دوام نیاورد و از بین رفت. البته به شکل خاصی ادامه داره، به خصوص بر اساس زبان انگلیسی ادامه داره، ولی خب من فکر کنم در آینده بسیار نزدیک این هژمونی زبانی انگلیسی هم شکسته خواهد شد. چین، هندوستان و کشورهای عربی دوباره دارن برمیخیزن و خب میدونیم چین مستعمره بود، الان داره به قدرت تبدیل میشه. میدونیم عرب‌ها مستعمره بودن، الان دارن به قدرت تبدیل میشه. هندوستان مستعمره بود، داره به قدرت تبدیل میشه. آمریکا خودش مستعمره بود ولی مستقل شده و الان مستقل هستش، تقریبا به قدرت برتری، ولی این هم افول داره، یعنی روی به افول هستش. حالا تلاش میکنن جلوی افول قدرتش رو بگیرن، ولی خب به هر حال قدرت‌های جدیدی تو عرصه جهانی داره پیدا میکنه که به رقابت بسیار تنگاتنگ و پرهزینه‌ای وادار میکنه آمریکا و آمریکا در سالهای آینده. این البته ممکنه این مثلا 100 سال طول بکشه، ولی 100 سال در تاریخ زیاد طولانی نیست. به هر حال از این که بگذاریم، ما در این برنامه من آشنا شدم با دو
چهره جدیدی از تمدن بشری به خصوص تمدن ترک‌ها، یکی آثار بسیار زیاد و فراوان تمدن مکتوب و دیگری تمدن موسیقیایی ترک‌ها که بر تمدن اروپایی، موسیقی اروپایی میچربه و شما الان این بخش، هر دو بخش رو الان حس میکنید. موسیقی داره در پشت کلام و تصویر من داره خودشو عرضه میکنه و در این حال شما با کتاب‌هایی که من دارم آشنا میشم و تلاش میکنم بخونم، اما برای خوندن این کتاب‌ها چند تا مشکل در سر راه من هست. یک، من تا 60 سالگی هنوز هیچ آموزشی، حتی در 60 سالگی هم که الان هستش، هیچ آموزشی درباره زبان ترکی ندیدم، حتی برای نیم بگیرم، نه در مدرسه، نه در مهد کودک، نه در دبیرستان، نه در دانشگاه و نه در خارج از دانشگاه. دوم، کتاب‌هایی که من میخونم کتاب‌های چاپی نیستن، کتاب‌های دستی نوشته خطی قدیمی هستند. تاریخ اینها خیلی نزدیک به ما باشه 170 سال، 180 ساله، ولی بسیاری از این کتاب‌ها 600 سال، 700 سال، 1000 سال، 1200 سال عمر دارن. خب در نتیجه زبان اونها، احتمالاً لهجه اونها، زبانی که من یاد گرفتم، زبان ترکی که یاد گرفتم، زبان علمی نیست، استاندارد نیست، تخصصی نیست، زبان کوچه و بازاره، زبانی که داره از بین میره و با نسل جدیدی که داره میاد، داره به دنیا میاد، در اصل دوباره زاده میشه، دوباره تجدید حیات میکنه. عربی، کلمه عربی خیلی خوبه، تجدید حیات میکنه زبان ترکی و ملت. خب ولی چیکار بکنیم حالا که دولت ایران وجود داره، این استعمار و اشغالگری جهانی وجود داره و ترک‌ها تحت استعمار، تحت اشغال ذهنی، تحت اشغال سرزمینی و تحت اشغال عقلی هستن، نباید دنبال این بریم که زبان مادری و زبان ترکی خودمون رو از نسل‌های گذشته یاد بگیریم و با تجربه‌های آنها آشنا بشیم. به نظر من درسته که خوندن اینها سخته، درسته که خیلی زحمت میبره، اما باید یک کار رو از این جای آغاز کرد. نباید خجالت بکشیم که من نمیتونم بخونم. خب طبیعیه که نمیتونم بخونم، من دارم یک زبان جدید رو یاد میگیرم. زبان مادری من هست، اما زبان مادری من زبان علمی نبود، زبان تخصصی نبود، زبان استاندارد و دارای صدا نیست. در نتیجه من مجبورم چیکار بکنم؟ مجبورم این رو خودم یاد بگیرم و خودم شروع کردم. این 80مین جلسه هست و بیش از 110 کتاب رو در این 80 جلسه حداقلش معرفی کردیم. اگر نتونستیم بعضی کتاب رو خوب بخونیم، کتاب‌ها رو خوب و روان بخونیم، اما حداقل معرفی کردیم که این هست. نمونهش امروز کتاب، بذارید ببینم کدوم کتاب بود، گوتا دوغوبیلیک رو که وان فرینامی در آلمان، احتمال به زبان آلمانی این رو نوشته، احتمالا ممکنه هلندی باشه، برای همین نمیخوام بگم که آلمانی هست اینجا، ولی زبانش دویچه، یعنی آلمانیه و این اومده گوتا دوغوبیلیک رو برای خوندن این حروف عربی قدیمی نقطه‌دار و دندانی ندار رو خونده و برای هر مدل اونها رو در لاتین مشخص کرده. من نتونستم بکنم، برای که باید این علایمی رو که باید یواش یواش یاد بگیریم و باهاش آشنا شد و استاندارد زبان ترکی رو استاندارد در میاد. ترکی رو هم میگه به الفبای اروپایی مینویسه و هم به الفبای لاتین مینویسه و هم ترجمه میکنه به آلمانی هم. به نظر من بسیار کار ارزشمندیه. من نتونستم بخونم، وقت میخواد، زمان میخواد یه اون رو شروع بکنم بخونم، ولی تلاش میکنم که یکی رو، ولی من به جاش مثلا که علم عقاید محمد علی برکوی رو، برکوی احتمالا باشه، برکوی رو خوندم که حدود 500 سال پیش نوشته شده و همونطور که به خاطر که عربی بود و دارای صداها رو رو و زیر علایم حروف گذاشته بود، اون رو
امروز 7 صفحه حداقل در اون کمتر از 1 ساعت این رو خوندیم. اما الان یک کتاب دیگری رو میخوام آغاز بکنم، به نظرم بسیار مهم خواهد بود. اسم کتاب هست دیل بیلگیسی. این دیل بیلگیسی 350 صفحه هستش. من اول یه نگاهی دوستانی که دارن از طریق یوتیوب تماشا میکنن ویدیو رو به طور سریع دارن میبینن الان من رو و این کتاب رو الان ما جلد کتاب رو میبینیم بسیار آسیب دیده. این سلیماها احتمالاً در این کتابخانه‌ای که مال سلیماها هستش آسیب دیده. کتاب خطی دست‌نویس است و تاریخی. حالا ببینیم چیا رو می‌بینیم. از صفحه اول رو جلد رو باز کرده، اینجوری جلد رو باز کرده، ما با یه اشتهای مواجه هستیم که حالا بعدا ببینیم چی میشه. اینجا گفته که هر 171 صفحه داره، میشه 352 صفحه 352 صفحه و هر صفحه 18 سطر داره. اینجا اینها رو که بعد حالا کسی که این رو وقت کرده این آدم بسیار شدیده که ظاهرا آدم بسیار ثروتمندی بوده، خیلی به علم و با خدمت کرده و وقت و کتاب شروع میشه. حالا ما با کتاب مواجهیم که خیلی سطر را به هم نزدیکه و کلمه ها تو دل هم فرو رفته، جوری که بین کلمه ها فاصله نیست که ما کلمات رو از هم جدا بکنیم. فقط بر اساس ذهنیت خودمون این کلمات رو جدا بکنیم. صدا نداره، یعنی اعراب نداره، نداره. در نتیجه ما باید خودمون این صداها رو بر اساس بی‌سوادی خودمون اینها رو بشناسیم و بخونیم. من حالا برای اینکه اینجا میبینم که بالای روی بعضی از کلمه ها و جمله ها که احتمالاً به زبان عربی هستن خط قرمز کشیده تا مشخص بکنه که اینها اون عربی هستن، میخواد توضیح بده. حالا ادامه میدم من همینجوری ببینیم که این کتاب چه وضعیتی داره. هر چند صفحه یک بار مهر واحد رو زدن، وقت رو اونجا زدن، خدا رحمتش بکنه. این کتاب برعکس کتاب‌های قبلی که در مورد دیلگیسی بود که بیشتر صرف فعل بود یا به زبان فارسی یا به زبان عربی میخواست ترکی رو آموزش بده به دیگران، این کتاب ظاهرا نمیدونم الان نخوندم ببینم که به چه زبانی نوشته شده. به هر حال به زبان با حروف عربی ترکی عربی نوشته شده و حالا بعدا این رو نگاه میکنیم کادرسازی نشده، حاشیه کلمه رد سطرها حاشیه‌اش با هم فرق داره، خیلی دقت نکرده، از کلمات به هم چسبیده هست. متن شعر نیست، لغت نیست. این رو یه نثر کامل هستش، متن کاملیه که باید نگاه هم ببینیم که چه زبانی نوشته شده. حالا من تلاش میکنم که این کتاب رو صفحات رو همینجوری ورق میزنم تا ببینم که آیا این یک کتاب هست یا چند کتابی که در مجلد جمع شده، این رو ببینم. در احتمال از این هم لذت ببرید. اگر
به خصوص. معنای مفرد ایچون وز اولوندی. حالا کلمه رو درست کرد، جمله رو درست کرد. کلمه معنای مفرد ایچون وز اولوندی. پس بیر لفظ یعنی کلمه عبارت از یک لفظی که از دهان خارج میشه برای بیان یک معنای مفرد. اولوندی. کلمه ایله کلام لامک سکونیله gelmedi. Müşteklerdir kelime. میگه که کلمه ایله کلام، کلمه یک واحد از البته واحد کوچکتر کلام، کلمه حرفی که از دهان ما صداست، نه حرف، صدایی است که از دهان ما در میاد و ما این صداها رو با حروف بین خودمون قرارداد میبندیم یا دولت‌ها قرارداد میبندن، به ما تحمیل میکنن و ما میپذیریم. کوچکترین واحد هر کلمه حرف و کلمه کوچکترین واحد دوم بگیم، واحد مرکب از صداها هستش که یکی از واحدهای جمله هست، کلام هست. کلام هم عبارت هست از مجموعه کلماتی که ما پشت سر هم میاریم، بیان از دهانمون خارج، از سیستم صوتی ما خارج میشه تا یک مفهومی رو برسونه. وقتی که یک مفهوم کامل شد، کلام تکمیل شده و ممکنه البته از کلام هم یک سخنرانی رو مد نظرمون باشه که مجموعه ای از کلام‌های مختلف رو درش خودش جا میده. حالا ببینیم وضع علمی کلمه ایله کلام لامن سکونی لا. حالا اینجوری میگه که کلام لامن کلا لامن سکونی لا gelmedi که با سکون لام نیست. مشتقlerdir. کلام خودش یعنی سکون نیست بلکه مشتقه هایی هستش. کلمه جرح فتسیله کلمه من دارم جرح میخونم، جرح جیمن فتسیله کلمه با حالا این جرح اینجا نمیدونم به چه معنی است. اینجا کلمه روش خط قرمز میشه، یعنی این عربی هست. کلمه جرح جیمن فتسیله جرح اول ج جرح را ر سکون هستش، سکون ایله مجروح یعنی مجروح etmek demektir. Cerh özü mecruh etmek demektir. Yani yaralamak demektir. Kelime ile kelamın dahi noktasında nüfusunda bir şiiri vardır. Tesiri vardır. Kelime ile kelamın dahi تأثیری وارد
زخمهای خود زبان اگر زخمی بشه با دندان با یه چیزی، لها التیام، اون میتونه التیام پیدا بکنه، خوب بشه. ولا یلتامون، التیام نمییابد ماجر اللسان، اون چیزی که از زبان جاری میشه. زخم زبان ها التیام نمییابد. معناسی چیه؟ معناسی gündüra güçler yedi. Orayı خوندنش خیلی یه مقدار سخته. معناسی güçler yedi yadigarına öklemek vardır. Bir paresine öklemek yoktur demektir. Hala اینجا معناسی kündür öcülerin ki در زبان رایج مردم یا حالا چیزا لفظ اودور کی، لفظ عبارت از آن است که انسان آنی تلفظ ایده، انسان اون رو از دهنش بیرون، از جهاز صدمش بیاد بیرون، میشه لفظ. مثلا میبینید بعضی چیزا ممکنه که معنی به خصوصی نداشته باشن، ولی لفظ مثلا حالا به معنی خنده باشه، به معنی راندن اسب و لیما باشه، خل مثلا شطور رو خل میکنن میخوابه خخ. خب مثلا اینها لفظه. لفظ لغت etmek demektir. İstilahide lafz odur ki insan onu telaffuz eder. Gerekse gerçekten telaffuz olsun. میگه که gerekirse gerçekten یعنی واقعا تلفظ بشه، gerekirse hükmen telaffuz eder. من اینو گفتم که حالا یعنی به نوعی خاصی حکمه یعنی همین یه جوری دیگه صدا میاد مثلا اینم یه نوع لفظ. gerçekten telaffuz ettiği Zeyd, Amr ve Bekr demek gibi.
واقعا اگه بخوای تلفظ کنی میگی زید، حسن، مصطفی، هدایت، تاج، سنم. هر کلمه‌ای که به زبان میاری مثل این اسم چون که گفته زید، امر، اومد، بخش، demek ki bilir, demek ki bilir. Hükmen telaffuz ettiği Zeyd ferbe dedi yerde zerha Zeyd zerebe dediği yerde zerb altında Zeyd'e raci olan zemin gibi gerçek hakikatten telaffuz ضربه زید زده شد اینجوری دیدی یرده هر زمان که گفتن زید ضربه زید زده شد دیدی یرده ضرب altında Zeyd'e raci olan zemir gibi gerçek hakikatte telaffuz olunmamıştır. میگه که ضرب altında در زیر اون کلمه ضرب زید یه روی زید انجام شده دوتا زید ضربه یا زید ضربه هر دوتا میشه ضربه زید ضربه یا زید ضربه هر دوتا رو هم میشه حساب کرد. میگه که در زیر این کلمه که زید ضربه زید راجع بلند زمیر اون زمیری که راجع به زید هستش گرچه زمین تلفظ نشد. ضرب زید کی رو؟ اون ضرب زید یکی رو زده. کی رو زده؟ چه کسی رو زده؟ اون مشخص نیست، تلفظ نشده ولی در اصل تلفظ میشه. ولی که ما از سیاق جمله میفهمیم زید یکی رو زده. اگر ضربه بشه زمین چیز زده شد، زید زده شد، در اونجا اون کسی که زید رو زده مخفیه ولی میدونیم که یه چیزی اتفاق افتاده. تلفظ قرآن مانشتون لکن ملفوظ حکم زده انگار که اون تلفظ کرده در حکم تلفظ شده است. مشتقاتیندن علمیان یرده مبتدا ایده خبر مانند دیدی ماننده ما بیننده مخاطب لازم علمانی اجلدن لفظ دیدی. مشتقاتیندن یعنی از مشتقات ضرب و اینها ضرب و زید و اینها علمیان گرده از وقتی که مشتقات نباشه علمیان گرده در نباشه مبدأ این خبر ما بینیده در بین خبر و مبتدا و خبر قرار میگیره. مطابقت لازم علمانی بین این دو تا بین مبتدا و خبر باید مطابقت باشه. حالا اینو من توضیحش مثال میزنم تا مطابقت لازم علمانی اجلدن اون جهت ضرورتن اجل اینجا ضرورته لفظ دیدی که به خاطر این گفت لفظ یعنی نه اون حکمن رو نه. خب حالا من اگه بخوام مبتدا خبر بزنم بگم حسن گلده حسن مبتدا گلده اون خبر اون هستش. حسن حسینی ورده حسن مبتدا هست حسینی ورده اون خبری اما در این حال حسن اینجا مبتدا و فاعل هستش این کار رو انجام داده. حسین مفعوله یعنی کار روی حسین انجام گرفته. حسین کسیه که مورد ضرب و شتم قرار گرفته. اون حسن حسینی ورده فعل زمان رو نشون میده. زمانی که اون حسن حسین رو زده رو نشون میده. خب حالا این رو میاد بعداً توضیح بیشتری میده. من نمیخوام توضیح بدم فقط میخوام ترکی رو بخونم. با اجلا لفظ بدیم لفظتون بمعنی لفظتون بمعنی
بمدی و دخی اگر نقطه رسیدی نه ببخشید اگر لفظتون بسر کلمه این لفظی دور که اگر میگفت لفظتون کلمه به لفظ دیر که demek olurdu. Demek olurdu. Demek olurdu. Bazı kelimeler خود ani lafzıdır. Elm oldu. Elm oldu. Alem oldu halinde Abdullah gibi. Bir bazı kelimeler خودش kelimeler خود ani خود اون کلمه لفظ دور علم اولدوغی حالده در حالی که اسم معلوم باشه اسم یه چیز خاصی باشه میگه در اون صورت این یه کلمه مثل من عبدالله اسم انصاف حقیقی اسم یک آدم هست اسم علم بهش میگن در عربی اسم مثل پرچم علم معنی پرچم دوستان وقتی یه پرچم رو میگیره یک شخصیتی به یک چیزی خاصی اشارت میکنه که مثلا این پرچم کاناداست این پرچم امام حسین این پرچم عراق این پرچم یه جای دیگه است خب حالا اسم هم یه پرچمه چه در اونجا باشه چه نباشه علمه ولی چی مثلا انصاف علی چه من اینجا باشم چه نباشم اگر در مورد انصاف علی صحبت بشه و اسمش بیاد همه میفهمن که این یه انسانیه که الان داره این کتاب رو میخونه یا اون کتاب رو خونده این سن سالشه این زبانشه این هم دیدگاه سیاسیشه یا اجتماعی یا دینیشه خب یعنی به خاطر میاره با شنیدن این نام ما متوجه میشیم که این نام برای یه شخص مشخصی با این وضعیت و تب bir şeye taksise dürler. Geçen olmuş şey görülse yahut itlaf olursa ikinci şey ondan فهم اولینه معنا bir şey معنی حالا اینجا از اینجا به بعد یه چیز دیگه میشه میگه که و تب bir şeye تخصیص görülür اگر یه چیزی به یه چیز دیگه مختص بشه مخصوص بشه geçen evvelki şey geçmişteki evvelki şey görülse yahut itlaf olunsa اگه دیده بشه یا بهش گفته بشه ikinci şey ondan فهمیده چیز دوم از این چیز اولی فهمیده بشه اینو من مثال دادم مثلا انسان علی رو شما یه آدمی رو تصور میکنید با مشخصاتی که در جلوتون الان من نشستم حالا چه من حضور داشته باشم چه نداشته باشم خب دیگه من نمیخوام معنی بکنم ادامه میدم فقط میخوایم بدونیم که یک کتاب بسیار تخصصی با یک کتاب بسیار تخصصی در زمینه زبان ترکی مواجهیم که البته اصل کتاب به زبان عربی این آدم داره این کتاب رو هم معنی میکنه هم شرحش میده açıklamak میکنه کلمات رو داره açıklamak میکنه به زبان ترکی و میخواد میگه که زبان ترکی هم اینها رو داره و حالا ممکنه یه جاهایی که اگر این کتاب رو بخونیم میفهمیم که چه چیزهایی اضافه بر زبان عربی داره زبان ترکی خیلی چیزها اضافه بر زبان عربی داره زبان عربی یک زبان بسیار استاندارد و خوبه استثناهاش خیلی کمه زبان ترکی یک زبان بسیار دقیق تر و یکی از دوستان من یک کتاب نوشته زبان ترکی رو به زبان ریاضی من این آدم رو
زبان ترکی هم موسیقی هست و هم ریاضی، بر حساب ریاضیات زبان ترکی شکل گرفته و این آدم استاد دانشگاه بود، استاد ریاضی در دانشگاه ترکی، در یکی از دانشگاه‌های آنکارا ریاضیات تدریس و این زبان ترکی رو مثل ریاضیات می‌دید. این کتاب در معنی چیه؟ معنی کلمه عربی میگه که این شیء دست اولنه برلن، به هر چیزی که قصد بشه بهش میگن معنی. یه لفظی از دهن میاد بیرون و یه قصدی داره، این یه قصدی داشته، قول یه قصدی داره، حسن، علی، امام، دین، شیعه، فلسفه، قرآن، الله، هر کدوم اینها یه قصدی تو این کلمه هست. میگه که معنی عبارت از اون قصدیه که روی اون کلمه گفته شدن کلمه وجود داره. درلن یا اسم، حالا این معنی یا اسم مکان هست، اسم مکان یا در یا خود مکان دور، یا اسم مکان دور، یا خود مصدر همیدور، مصدر کی میدور، احتمالا مصدر کی میدور، و یا خود شل اسم مفعول اولن معنیدن تخفیف علمشدور، تحقیق احتمالا تحقیق علمشدور. میگه که یا این که اسم مصدر کمی و یا خود شل مثل چی؟ اسم مفعول، یا اولنن معنیدن، اسم مفعول اولن معنیدن، از اون معنی تحقیق شده، اولون مشدور یعنی تحقق یافته. پس از مصدر یا از اون لفظ اسم مکان میاد، اسم مصدر میاد، اسم مفعول میاد و این رو حالا مفرد لفظنون جزئی معناسنون جزئینه دلالت اطماینه درلت میگه که حالا لفظ مفرد چی هست؟ مفرد لفظنون جزئی یعنی این پارچه هست، جزئی معناسنون جزئینه دلالت اطماینه درلت گفته میشه، درلت گفته میشه و هم احتمالاً اون کلمه اسم علمده، اسم وحیه. حالا اینجا وحیه خود کلمه عربی است، من ببخشید اینجا این کلمه رو فکر کنم یه بار دیگه یه جای دیگه خوندم، همین بود غلط میگم، مصدر هیه میشه. حالا هیه چیه؟ هیه بود کلمه اسم بود کلمه و هیه بود کلمه معنیش اینه، اشاره میکنه به این کلمه. اسم یعنی چی؟ اسم دور و فعل دخی فعل دور، اسم دور، فعل ده فعل دور، اینجوری داره معنی میکنه، خودش رو با خودش داره. اسم هر صدا یا لفظی هستش که برای خواندن یک چیزی به کار برده میشه و اون اگر جاندار باشه و بهش عادت کرده باشه، به محض که اون اسم رو از دهن وارد کنه بله یا نه یا ما میشناسیم یا نمیشناسیم، اسم و فعل دقیق و حرف دقیق حرف. حالا اینا رو خودشون به خودش تعریف می‌کنه، میگه که اون عربی ها رو عربی میگه اسم فعل حرف، اینم میگه اسم میده و حرف در حال اینجوری نیست. اسم آد اگه میخواد به طور بگیم اسم آد demektir. Fiil iş demektir. Harf yazının nişanesi demektir. Yani üç kısmen mütesimdir. Se kısmı lafz ve
داره اون رو ترجمه میکنه، نه اینکه خود کلمه رو تنها فهم، نه، در یک مفهومی رو میخواد این جمله ها برسونه. تو اون عربی اون مفهوم چی هستش رو به ترکی داره الان میگه و ما این بهتر میفهمیم. لأن هذه او کلمه اما ان تدل، این اما ان تدل یعنی چی؟ میگه یا دلالت اتمک اونون صفتیدن اولا علا معنا فی نفسها. علا معنا فی نفسها یعنی چی؟ یعنی اول کلمنün nefsinde olan ma'niye delalet etmek, onun sıfatından olan. Yani kelimenin nefsinde olmağın manası oldur ki kelime ol manaya kendi kendinden delalet ediyor. Kelime ahiri zimnen ihtiyaç olmuyor. Kelime ahiri zimnine ihtiyaç olmuyor. اولا او لا تدلو، اون بالا گفتش که چی گفت؟ حالا اون بالا چی گفتش که اومدیم فی علا معنا فی نفسها او لا تدل. حالا اون بالا گفت تدل و لا تدل. حالا این اما ان تدل معنا فی نفسها او لا تدل. حالا میگه این لا تدل چی هستش؟ او لا تدل چی هستش؟ که یا خود کلمه صفتی ذکر olunan üzere manaya delalet etmeki olmaya belki bu manaya delalet eylediği ol manaya delalette tamam. Kelime çiye? ببخشید من باید دوباره این نکته رو بزنم. اولا تدلا خود کلمه‌nin صفتی ذکر olunan üzere manaya delalet etmek olmaya belki bu manaya delalet eyledi ki ol manaya delalette kelime ahir zimne muhtaç ola. خب الثانی
واحد منهما کلمه افساخیدن یعنی ایستیدن و بیستن و حضرت هر کنون تلقی بلندی از مردم اولی که اسم اول اولdur ki nefsinde manayı delalet ediyor ve ol mani azmi selasenin birisine mugarib olmayan. Pes mani اسم به زبانهای دلالت به زمان نمیکنه، فرقی نمیکنه هر زمانی باشه دلالت نکنه. پس یه بار دیگه بخونم. اسم اولdur ki nefsinde در خودش معنای دلالت ایدیه، خودش یه معنی داره. حالا اینجا یه چیزی رو بگم. من یه روز یه ویدیو دیدم از مرحوم پورپیران، یه حرف جالبی زد. گفتش در هر زبانی هر اسمی یک معنایی داره الا زبان فارسی. نگاه کنید مثلا اسمای ترکی داشتمیر، سنگ معدن، سنگ آهن، داشتمیر. گلستان، گلسنم از اسمای زنانه مثلا. بلود، ابر. یağmur، باران. دنیز، دریا. داغ، اما حالا بریم مثلا اسمای انسان ها رو بگم. حالا مثلا همین جایی که اینا اسمای چیز هستش که انسان هستش. حالا بریم اسمایی که در شاهنامه هست اینها رو ببینیم. رستم یعنی چی؟ کیکاووس، بهرام، کوروش، داریوش. هیچ کدوم معنی نداره. جالبه که این آقای بسیار بی‌ادبی که زبان فارسی رو خاص می‌داره و اینها خیلی هم چیز صحبت می‌کنه و به شاشه بد داره در مورد زبان دیگر صحبت می‌کنه چون خیلیشون می‌خوره. اون میگه هر واژه بی‌معنی که وجود داشته باشه آخرش ه بذاری میشه اسم زن در زبان فارسی. یعنی یه فرهنگ بی‌معنی. حالا اینجا میگه که هر اسمی یک معنی داره در خودش. هر اسمی دارای معنی هست بدون دلالت به زمان. بدون دلالت زمانی اسم چیست؟ اسم اون واژه‌ای است یا اون کلمه‌ای است که بدون دلالت زمانی دارای معنی باشه. معنای دلالت ایلیه و اون معنا از می سلاسنون بیرسنه مقارن اولماییه. فعل چی هست؟ فعل اولdur ki nefsinde معنای دلالت ایلیه و اون معنا از می سلاسنون بیرسنه مقارن اوله. فعل هم عبارت هست که به هم معنی داشته باشه و هم معنایش به یک زمان دلالت میکنه. حرف اولdur ki حرف اون هستش که نفسونده معنای دلالت ایلیه. حالا اینو من ایلمه به چی بخونم؟ بلکه معنی دلالت ده کلمه آخر زمینه محتاج اولا. میگه که ایلمه احتمالا اینجوری باید بخونیم. دلالت ایلمه بلکه معنی دلالت ده اگه دلالت به معنی بکنه کلمه آخر ضمن محتاج اولا. ضمن به یک کلمه دیگری محتاج باشه. از، به، در اینها در خودش معنی نداره. برای اینکه معنی داشته باشه باید یک کلمه دیگری وجود داشته باشه که حالا ضمن وجود داره. کلام چیه؟ حالا داره کلام لغت‌da mutlak söylenen sözer derler. کلام در لغت یعنی به معنی مطلق سخن هستش. سخن söylenen این چیزی از زبان در میاد به اون میگن.
Az olsun, çok olsun. نجات نهاد غاد اصطلاحی ده. آها اینجا غلطه. نحلت یه چیزی اینجا نوشته شده که نمیتونم بخونم. یه ذره کوچیکش بکنم ببینم. olsun çok olsun میگه کم باشه یا زیاد باشه اون فرقی نمیکنه. derler az olsun çok olsun. nehlete istilahide. اینو نمیدونم چی بخونم. نهله میشه خوند. در اصطلاح چی هست؟ آقای نمیدونم چی میشه. کلام، اصطلاح کلام چی هست؟ ما کلام ما شون لفظ که تضمن کلمه سینی یکی آنی کلمه متضمن بوده. نه ببخشید ما شون لفظ که تضمن diyenler kelamın tarifinden olan isnadi taksis ederler dediler. Kim kelam bizatihi mقصود olan اسنادler ki حالا این کاری که اینجا کرده تا اینجا بعضی جاها میاد حالا اینجوری اول میاد کلمه ها رو که عرب میاد اونها رو جمع‌بندی میکنه که ما اینجا چی گفت. تا الان در دو جا باهاش مواجه شدیم و اینجا جای سوم هستش که از اینجا شروع میکنیم که بالاسناد سببیه. یعنی حالا از اینجا به بعد اول تضمین اسناد بعضی از
آنا جمله دمونه. این آنا جمله دمونه. پس اگر یه چیزی باشه که درش خبر واقعی باشه و صفت رو مستقیما میشه جمله که منافع جمله دمونه. کلام دیگه مضمون دیگه کلام خوبی میشه، زیرا آن مستقیم مخصوص به ذات یعنی کلام. حالا از اینجا به بعد دیگه دوباره شروع میکنه به ترجمه کلمه. خب تا اینجا ما 3-4 صفحه رو خوندیم، 1 ساعت و 2 دقیقه هست. من با اجازهتون چون این کتاب 350 صفحه هست، من از هر 50 صفحه 1 صفحه بخونم و کتاب رو تموم کنم. از هر 50 صفحه میشه 100 صفحه کتاب. خب در اینجا اومدیم صفحه 50. و لمتعلقهی دقیق چون دقیق حرمت جای قرود. مثالی آباکی طالب زید تا آباکی جبی آباکی جبی تا زید امان آمان دیدیم دیرده. این مثال من بوده ابوهو و دارا و علم دیدن زیدیدن و علم زیدیدن عبارت علوم و زید üzerine iddia olunmaz caiz değildir illa olsa. حالا این دیگه ادامه داره. بریم صفحه 100 اینجا رو یعنی صفحه 200 رو بخونیم ببینیم که چی هست اینجا. دوباره باید از اینجا بخونیم. اجلن النص مقصود بالوردی بالورد عدوله النص المقصود بالورد بالورد
سن درسن. تقولو معنی میکنه سن درسن. فی المفرد مفرده من ادرسن. واحدسین ادرسن به اعتبار تعبیره اول مفرد یعنی واحده gelmek itibariyle kendinin müştak olduğu adetten eksik adedi müştak olduğu anın adedi müştak olduğu adedin miktarı gelmek itibariyle as-sani Angelin eylemiştir. Orada in Angelin çi hست neydi? Ve saniye dersen müfredi muhaddesdir. Mühaddesede bilen aşir eşya varizle حالا این عدد رو عدد یک تا 10 که انواع اصل کمتر بشه بسن اونی که آخر داشته میشه مذکر مؤنث اگه دیگه اصالش انواع اصل کمتر بسن اعرابی اینجا دیگه مذکر میشه. حالا این داره این عدد رو چون ما اینها رو نخوندیم نتیجه فهمش که به طور الان برای ما سخت ممکنه باشه، ولی این داره اونها رو به ترکی داره خیلی خوب زبان عربی رو آموزش میده. اینجا آموزش زبان عربی به ترکی هستش. مؤنث آشورا و آشورانین. حالا اینجا رو دوباره اینو خیلی تخصصی داریم. صفحه 150. خب ببینید اینجا چی هست. داخل bu hükmüde dür yani ilmiden sonra inna kerece zahirde meksurdur velakin meksur hükmündedir. حالا اینا خیلی در بحث‌های تخصصی واقعا خسته کننده هستش و طلبه ها برای این بحث رو بفهمن روز و شب با هم دعوا میکنن سر این کلمه که این نه هستش چی میشه بعدش چی میشه مفتوح میکنه و از این حرفا اینا رو داره میگه اینجا که حالا اگر ظاهرا مفتوح هم نشده باشه در اصل مفتوحه اما مکسور دیده میشه. به این دلیل اینا دیگه بحثای خیلی در دوره دکترا هست مفهوم بخوام بخونیم، حداقل دوره فوق لیسانس اگه یکی میخواد زبان عربی رو مفتوح دور ولیکن مکسور hükmünde dür. Ana binaen andaki ismine atf olur. Olunan atf ile olunan ismin Ömer, Amr ve Amr idi. اینجا برخورداری میشه. امر مثل عمر نیست. عمر باب نداره، امر باب داره. ایدی مرفوع قلندی. دورت المفتوح آنی مفتوحینه اسمینه معطوف اولان اسمینه رد جایز دگیردون زیرا اینی مفتوحه معنایی جمله‌ای تغییر اسمین اجلدن آنی حکم عدم در حکم عدم بکنم اسمی مرفوع اعتبار اسمی محال olmadı ve şart kılındı. Ani meksur ettiği
تغییر اسم رفع لم افیده مزل خبر. حالا که بریم رد شما خیلی تخصصی و واقعا یه آدمی که در حال حوصله خوندن متون سخت رو داشته باشه. خب بذار ببینیم اینجا آیا چیزی در مورد نویسنده کلمه مفتوح ما قبلها فنون مخففتن ما قبلی مفتوح اولن نو اولن دو نو تقلب الفالغه بالغه نمیدونم چی هست. تقلب الفا نه تقلب الفا. حالا در زبان عربی فا قلب میشه به یه حرف اینو رو میده، مثل ترکی که مثلا ما میگیم اکبر می‌نویسیم احبر می‌کنیم اینجوری. و تقلب الفا، فا تغییر می‌کنه. اللغت قلب قلب علوم. مثلا آخرین فیلن یرده نون ساکنه و داخل یا مفتوحه اینجا ذکر علوم آخر yardımlarının hafife bu surette ahir ya hindurunun hafife bu surette alif kalp olunduğu kendine teşbihden olmakıyla dur. Zira kendinin muhakkaklı mefhum olsa این در زبان ترکی هستش که آهنگ صدا کلمه آهنگ داره. این اگر مثلا آخر حرف یه چیزی باشه که قبلش فتحه داشته باشه، صدای ا داشته باشه، این به آ تبدیل میتونه بشه. اینا رو داره در زبان عربی میگه. موضوع تنوین تشکیل دست علومهی در بیروزی را تنوین ماقبلی مفتوح برسد الفه قلب علوم الف میشه. مثلا اصبح خیران اصبحت خیران باید باشه. مثلا که ماقبلی مضمون و یا خود مکسور بوده الفه مغلوبه حسب علوم اصابنی خیلی دونه و دخیل از این هم مفهوم الله نه هیچی. من میخواستم ببینم اسمی چیزی ازش پیدا میکنم نشد. بذار ببینیم اینجا چیزی میشه اعلم و بدع سمع بلدی خب دوستان این کتاب یه مقدار سخته به خاطر این نوع قلمی که استفاده کرده. قلم خیلی کلفته. این آدم کلمه ها رو که بین هم نوشته. اگه دقت بکنید فاصله بین کلمه ها نیست، بلکه بعضی جاها کلمه سوار یک کلمه دیگه شده. در نتیجه خوندنش رو یه مقدار سخت میکنه. در این حال چون قلمی که استفاده کرده و میخواد کوتاه بنویسه، کلمه رو نمیکشه که حروف مشخص باشه، در نتیجه حروف کلمه تو هم جمع شده، خودش جمع شده و قلم بزرگ اجازه نمیده این حروف کامل دیده بشه. معلوم نمیشه که هست، به هست، ساد هست، به هست، واقع این هم خیلی دیده نمیشه. برای همین باید با حوصله این کتاب بگید و بارون تا متوجه شد این کتاب چی میشه. ولی خب اهمیت کتاب در چی هست این خیلی مهمه. اهمیت کتاب در اینه که به زبان ترکی میخواد زبان عربی رو آموزش بده. در نتیجه شما اینجا زبان عربی رو یاد میگیرید، هیچی زبان ترکی رو هم یاد
تغییر صداها چه شکلی میشه، اجوف چیه، اجوف یایی چی هستش و چجوری تغییر اینا رو، صداها چجوری تغییر میکنن، نوشته چجوری نوشته میشه ولی اما چجوری خونده میشه، اینها رو میخواد بگه. اینها رو به زبان ترکی میگه، در نتیجه زبان ترکی رو هم داره آموزش میده. از این جهت خیلی مهمه که شما با آموزش این کتاب، با یاد گرفتن، با خوندن این کتاب با زبان عربی آشنا میشید، در این حال زبان ترکیتون خیلی قوی میشه، چون زبان عربی رو میخواد به شما با زبان ترکی رو بگه، چون زبان عربی یک زبان بسیار پیچیده و دقیق هست و خیلی استثناء کمی داره و این رو به شما با زبان ترکی یاد میده، خودش خیلی قدرتمنده. وقت میخواد که دوستان بشینن دور هم مثلا کتاب بخونن. باور کنید اگر یک آدم 2 نفر 3 نفر 5 نفر میشنن کتاب رو در عرض هر روز یک صفحه شو بخونن و این یک صفحه رو برن تمرین بکنن، باور بکنید بعد از 350 روز شما این کتاب رو تمام میکنید. اما دارید در زبان عربی و در زبان ترکی متخصص میشید. کاش من یک